سلام به کانال آشپزی با سمیه، خیلی خوش اومدید. بریم که با هم این کشک بادمجون فوق‌العاده خوشمزه و راحت رو درست کنیم. هر کسی هم که تا حالا کشک بادمجون درست نکرده با دیدن یک بار این ویدیو میتونه کشک بادمجون درست کنه. نیم کیلو بادمجون رو پوست بگیرید، از وسط نصف کنید. برای گرفتن تلخی بادمجون ها فقط کافیه یه مقدار نمک روشون بزنید، داخل سبد بذارید برای 20 دقیقه که تلخیشون گرفته بشه. بعدم بادمجون ها رو آبکش کنید، با دستمال خوب خشکشون کنید، داخل کمی روغن سرخشون کنید. یه سمت بادمجونا که سرخ شد برشون گردونید تا سمت دیگه شون هم سرخ بشه. تو این فاصله یه دونه پیاز هم خلالی باریک برش بزنید. بعد اینکه دو طرف بادمجونا سرخ شد از داخل روغن در بیارید، داخل یه سبد قرار بدید تا روغن اضافهش گرفته بشه. توی همون تابه و همون روغن یه دونه پیازی که خلالی کرده بودید و تفت بدید تا طلایی بشه. تو این فاصله بادمجونایی رو که سرخ کرده بودید با هر وسیله‌ای که دارید خوب له کنید. پیازا که طلایی شدن 2 حب سیر خرد شده، یه قاشق چایخوری زردچوبه، یه مقدار کم نمک و 1.5 قاشق غذاخوری بهش نعنا خشک اضافه کنید. اگه دوست داشتید میتونید 2 قاشق غذاخوری هم بهش گردوی خرد شده اضافه کنید. در حد 30 ثانیه تفت بدید. بعد بادمجون‌های سرخ شده ای رو که خوب له کرده بودید و بهشون اضافه و ترکیب کنید. حالا 2 قاشق غذاخوری بهش کشک اضافه کنید، نصف لیوان آب هم بریزید روش. هم بزنید تا تمام مواد با هم ترکیب بشن. حرارت رو خیلی کم کنید، در تابه رو ببندید، برای 15 تا 20 دقیقه بذارید با حرارت ملایم تا آب داخلش تبخیر بشه و به روغن بیفته. به به، اینم از کشک بادمجون فوق‌العاده خوشمزه‌مون که به همین راحتی آماده شد. بعد آماده شدن میتونید داخل یه ظرف بریزید، سطحش رو صاف کنید، بعد با پشت قاشق روش طرح بندازید. یه مقدار کشک هم با یه ذره آب رقیق کنید، به این صورتی که میبینید گلبرگا رو با کشک پر کنید. در آخرم یه مقدار نعنا داغ مرکز گلتون بریزید، بعدم با پشت چاقو به این صورت روش طرح بندازید. یه مقدار پیاز داغ هم میتونید وسطش بریزید. هر چقدر از خوشمزگی این کشک بادمجون بگم کم گفتم. امیدوارم درستش کنید و در کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید. دوستای عزیزم، اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و اگه تا الان عضو کانالم نشدید حتما عضو بشید. سپاس که تا انتهای ویدیو کنار من بودید.